اگر سفر در زمان ممکن شود چی می شود؟ تصور کن اگر بتوانی به گذشته برگردی، اشتباهاتت را پاک کنی یا حتی آینده خودت را ببینی، آیا زندگی بهتر می شود یا همه چیز به هم می ریزد؟ سفر در زمان یکی از عجیبترین و هیجان انگیزترین مفاهیم دنیاست. مفهومی که سالهاست ذهن انسان را درگیر کرده. اما واقعاً آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟ از نگاه علم زمان کاملا ثابت نیست. طبق نظریه های نسبیت هرچه سرعت حرکت بیشتر شود زمان آهسته می‌گذرد. یعنی اگر انسانی با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت کند، برای او زمان بسیار کمتر سپری می شود، در حالی که در زمین ممکن است سالها گذشته باشد. این یعنی نوع سفر به آینده. حالا به سراغ یک پدیده‌ای شگفت انگیز می رویم. کرمچاله ها، تونل‌های فرضی در فضا که شاید بتوانند میانبری در زمان و مکان باشند. بعضی دانشمندان باور دارند شاید این تونل‌ها راهی برای سفر در زمان باشد، اما تا امروز هیچ اثبات قطعی وجود ندارد. اما بزرگترین مشکل سفر در زمان چیست؟ شاید پارادوکس ها، تناقض هایی که منطق جهان را به چالش می کشند. معروف ترین آن پارادوکسی پدر بزرگ است. اگر به گذشته سفر کنی و باعث شوی پدر بزرگت هرگز ازدواج نکند، در این صورت تو هرگز به دنیا نمی آیی. و اگر به دنیا نیایی چگونه به گذشته سفر کردی؟ مگر عجیب نیست؟ حالا تصور کن سفر در زمان واقعا ممکن شود. مردم بتوانند تاریخ را تغییر بدهند، اشتباهات پاک شوند یا شاید جهان وارد یک نقطه دیگری شود، گذشته دستکاری شود، آینده نابود شود و نظم جهان از بین می رود. شاید دلیل این که سفر در زمان هنوز ممکن نشده این باشد که جهان نمیخواهد قوانینش شکسته شود. اما سوال هنوز باقی است. آیا انسان روزی خواهد توانست در زمان سفر کند یا این رویا برای همیشه در حد خیال بماند؟ اگر تو می توانستی سفر کنی، به گذشته می رفتی یا آینده؟ چنل را سابسکرایب کن، نظرت را کامنت کن.